بچه که بودم میخواستم یه وسیله رو بخرم، اگه بین دوتا رنگش شک میکردم حسابی استرس میگرفتم و تو مخی میشد برام. الان دیگه فکر میکنم که اون چیزی رو که حال میکنم باهاش باید بخرم. تو میخوای اون موتور رو، اون ماشین و اون وسیله رو بخری و تو قرار پولش رو بدی و تو قرار نگاهش کنی هر روز صبح که میخوای سوارش بشی، یا از بغلش رد چی بری دنبال کارت قربون صدقش بری، یا بگی کاش که اون رنگی خریده بودم، کاش اون مدل رو خریده بودم. به هیچ کسی رجوع نکن وقتی دو به شک میشی بین دوتا کالا، دوتا ماشین، دوتا موتور، دو رنگ موتور. فقط و فقط به دلت چشماتو ببند، بگو همین الان کدوم مدلم میخواد کنارم باشه، روش نشسته باشم، توش نشسته باشم، لذت ببرم ازش. و این جواب سوال همه آدماییه که بین دو چیز شک میکنن. دلت چی میگه؟